بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که تو وفات میکنی دیگر فکر نکن که با جسمت چی میشود، زیرا مسلمانان جسمت را میشویند و میپیچانند و جنازه‌ات میکنند. شاید که مردم زیاد به جنازه جمع میشوند. بعضی آنها برای آخرت گسیل کردن تو شده کارهای خود را به تأخیر میگذارند. چیزهای تو دیگر به کسی لازم نمی شود. کلید ماشینت، تلفن موبیلیت، لباس و کفشت. اما یک چیز را باید دانی: دنیا از مردن تو غمگین نمی شود. دنیا چون مقرری آدمان پروای تو نه با کار خود آورند. کسی دیگر جای خالی کاری تو را بند می کند. بایگری تو به میراث برانت می ماند، اما جوابگری بایگریت بر دوش تو باقی می ماند. بعد مردنت 3 قبیل مردم اندوهگین می شوند. شناس ها می گویند آدمی خوب بود. دوستان چند روز غمگین می شوند و بعد آن حیاتشان مجرای مقرری می گیرد. نزدیکان ماه‌ها تا سال یا کم زیاد اندوهگین می شوند و بعد آن تمام. همین گونه تاریخ حیات تو در این دنیا به اتمام می رسد و حیات حقیقی تو در آن نه شهرت، نه بایگری تو و نه نزدیکان تو است سر می شود. بجز کارهای نیکت در آن حیات چیز دیگر نیست که به تو کمک نماید. ای فرزند آدم، از آن که اطراف تو مردم زیادند باعث فخرت نگردد، زیرا که تو تنهایی. این دنیا را تو تنها ترک میکنی، به قبر تنها میدرایی و از قبر تنها میبرایی و روز قیامت تنها جواب میگویی.